داره زرد میشه؟ آره. خب اوکی. من الان خوب نشستم؟ آره همون خب شروع کنم؟ سلام. خب آقا ارشیا خان خیلی ممنون ما وقت دادی. خواهش میکنم. شبیه بایی که بیتا سرتن شلوغه. معرفی بکن خود توضیح بچه ها. من زیا هستم، تو شناسنامه سید ضیاءالدین قیاسی صدام میکنم، بیشتر شبیه آیت الله سید ضیاءالدین قیاسی. من پیمان کریمی اسکندری هستم، ورودی 86 مکانیک تهرانم. سید حسین جمالی هستم که حالا با نام سید حسین میر حسین همه چیز منو میشناسن تو دورمون. دوره 85 مکانیک دانشگاه تهران، دوره 86 مکانیک و الان در کشور هلند شهر دلفت در توی دانشگاه واترلو دارم درس میخونم تو کانادا. من علی مهندس هستم، مکانیک 87، الان دانشگاه بریتیش کلمبیا هم کشور کانادا. الان که احساس میکنم با بچه‌های مکانیک داریم حرف میزنیم کلی ذوق زدم. والا خاطره خوب که زیاد هست، واسه همینه که دل آدم تنگ میشه. یادش بخیر این بخصوص انجمن اسلامی میشستیم با بچه‌ها چای میخوردیم، یادش بخیر چه دورانی بود. جشن سوم هشتی‌ها خیلی خوب بود، خریدایی که با کوپن تخفیفان میکردیم خیلی خوب بود، انجمن علمی خیلی خوب بود. سینا خوشواقن هستم، 85. خاطر خوب از جشن سالیانه خب قطعا جشن 88 پاشا پروداکشن هم خوب ظاهر میشد آخرا. جشن بچه 87 که 88 رو با ننگ از سالن انداختیم بیرون و اونجا بود که مکانیک یک پارچگی و اتحاد خودش نشون داد در اقشار مختلفش. جشن سالیانه میرفتیم اون بالا، ما میرفتیم اون من میگفتیم 85 فوش میدادیم به این وریا با ما فوش میدادن. اصلا یه وضعیتی بود. من 1-2 سال مامانم هم برداشتم و بردم جشن سالیانه همون عصرشو. اگه میشد یکی رو با خودتون میبردید کی رو میبردید؟ نه اگه میشد یکی با خودم ببرم قطعا مادرم رو میبردم که شب گشنه نخوابم. به تو که اصلا دوستی زن نداشتم و میبردم. نمیدونم زن نداشتم. نه من یکی رو نمیبردم، من 3-4 نفر رو میبردم واقعا. سید محمد کباری، امین افشاری، رامین آبکار، محمد حسین محبی. والا خودم همینجا اضافی ام. The Great چاغال امین افشاری. اگه دست من بود من کل اون دانشکده رو با ریشش از جا میکندم با بچه‌های توش میآوردم. چند بار؟ چند بار؟ چند بار؟ چند بار؟ دیگه چند بار یه سوال خیلی مفهومیه که هر کسی باید این سوال از خودش بپرسه. چند بار؟ چند بار چی؟ چند بار خب اینم کوینا یعنی مثبت، یعنی همه خیلی مثبت. مثلا اینو خیلی بد برداشت کنن فکر میکنن که مثلا چند بار با کلاس رو پیچوندی. کلاس هم که تا نکشیدن، ولی چند بار رفتم آمستردام، چند بار رفتم رد لایت دیستریکت. منفی 3 بار. اون اومده چند بار قول میدم توی 2 ماه اول یک بار داشته باشی. چند بار؟ چی چند بار؟ روزی یه بار خوبه؟ حتی روزی یه بارم خوبه، بد نیست. همین دیگه، چند بار روزی یه بار. والا منفورترین استاد، استاد منفور که زیاد است ولی استاد محبوب من ترجیح میدم بگم که استاد محبوبم استاد حنانه بود. من واقعا استادای دانشکده مکانیک خیلی خوبم، یعنی همشون. میگم من افتخارم اینه که از دکتر تابنده 13.5 گرفتم استاتیک. آقای دکتر تو که نمیتونی درس بدی گو میخوری درس بدی. خوب شد. دلم واسه دانشکده. دلت واسه دانشکده تنگ نشده؟ چرا تنگ شده؟ برم تو لابی صبح تا عصر بخوابم، جلو مکانیک سیگار بکشیم، پشت مکانیک پیپ بکشیم،
پشت معدن نهار بخوریم چرت بزنیم. چرا دلم تنگ شده؟ واسه دانشکده تنگ شده، واسه بچه‌های دانشکده بیشتر تنگ شده. من خواب که میبینم خیلی وقتا خوابم تو محیط دانشکده مکانیک اتفاق میفته. صبحش که بیدار میشم فقط اینکه سلام منو به اون تک تک درختا، پله ها، ستونا، آدمای مکانیک شمایی که اونجا هستید برسونید. واقعا 88 سیاست، ورودی ضعیف. بد سالی بود به خصوص ورودیش. مخلص همه 88 ها هستم. همه اونایی که باشون کل خاطره دارم. جوان، ماهور، سمر، مهرداد، نوید نوری، امین زیدانگی، مزدک، احسان قاچی. هشتی برنامه نداره و علی بود. 88 دمشون گرم، پرچم بالاست، خیلی آقایید. 88 حرف ندارن، درسته هیچ وقت برنامه ندارن هشتیا، ولی خب خیلی خوبن. 88 باعث شد یه چیزی داشته باشیم برای بچه‌مون تعریف کنیم. هشتی برنامه نداره واویلا واویلا. بشارت جیوی بشارتی بی منطق. ما معظم رفته بشارتی اوصیکم به تقوی الله، برو آب بکش. من دکتر بشارتی رو خیلی دوست دارم. یعنی من تنفری که از این آدم دارم. بشارتی آدمی هستن با قلب بی نهایت مهربون و با افکار بی نهایت متناقض. اگه یه روز من رئیس اون دانشکده بشم، اولین کاری که میکنم اینه که اینو از پا ویزون میکنم دم در دانشکده. امور دانشجویی زمان ما کار را بنداز بود. امور دانشجویی بخواین اپلای کنین دهنتون صافه. ولی کارمون فکر کنم برای فارغ التحصیلی زود راه انداخت. دستشون درد نکنه. خانم آقای خمیس خوبه، همکاری میکنه. حالا دمشون گرم. من یاد جشن عید فکر کنم 89 بود میندازه. امور دانشجویی یه نماینده فرستاده بود که بیان مراقب ما باشن. بعد خیلی اون سال دانشکده متشنج بود. بعد تا میمد دعوا بشه یه آهنگ بندری بود میذاشتن، یه سری پارچم بود ما ریش ریش کرده بودیم، یعنی پارچه براقا بود، اینجوری میچرخوندیم و سریع دعوا خفه میشد. جشن سالیانه. گفتی مدینه و کردی کبابم. آخ 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 خیلی خوبم. بهترین جشن فنی و بدون شک عالی‌ترین جشن کل دانشکده. من از این قلبای از این سوسولیاتش دخترها میفرستن واسم دیگه، از اینا واسهتون میفرستم. جشن سالیانه مکانیک والا من خیلی نباید در مورد جشن سالیانه مکانیک یعنی نمیتونم خیلی نظر بدم، چون هیچ وقت تا تهشو نبودم، همیشه سردرد گرفتم رفتم بیرون. یه چیز دیگه من خطاب به دانشجویان گل مکانیک بگم. یه نهضتی بود ما برپا کرده بودیم، اونم خوابیدن روی کاناپه بود. روی کاناپه‌های تای مکانیک ما میخوابیدیم عصرا، 3 تاشو کنارم میخوابیدیم. خواهشاً نذارید که پرچم بیفته زمین، برید بخوابید روش، عصرا برید بخوابید، کفشاتون رو قشنگ در بیارید، عینک و ساعتتون رو در بیارید، برید توش دراز به دراز 3 ساعت بگیرید بخوابید. به خدا مدیونید اگر بذارید نهضت ما زمین بیفته، به اون کاناپه ها مدیونید. بچه‌های عزیز 90 89 یا 90 یا یکی یا شاید 2 یا آره از دوران دانشجوییتون لذت ببرین، مخصوصا دوران لیسانس. خیلی دوران خوبیه چون که خوب نشد از اول. ولی چیزی که من حس کردم نوستای دلم دارم میگم، اون حوزه عشق وسط فنی اصلا یه چیز دیگه، نمیدونم چرا ولی به خدا یه چیز دیگه. بچه‌های عزیز لیسانس 89 یا 90 2 1 یا و 2 یا کوچولوها، نه نباید اینسالتینگ نباید باشه. بخوام یه چیزی بهتون بگم اینه که
شل کنین، خبری نیست. بچهای عزیز، 89 یا 90 یا 91 یا و 2 یا از دوران لیسانستون خیلی لذت ببرین، خیلی خوش میگذره. خوشترین دوران زندگیتون همین دورانه. دوستایی که پیدا میکنین، دوستیایی که شکل میدین، بعضا تا آخر اون براتون میمونه. استادم عمه دارن. بچه ها جشن واسه خوشی و شادی و فحش دادن و لذت بردنه. بترکونید، الیش کنید، حالشو ببرید. دمتون گرم، خیلی مخلصم. جیم جمال تو، کاف کمال تو، عشق از مرام تو آقایی. خونه خوبه خونه مامانم امیده، خونه خوبه بوی مامانم امیده، خونه خوبه خونه مامانم امیده، خونه خوبه بوی مامانم امیده. اون بیرون خبری نی به جز چشمای بارونی، به جز آدمای مجبور مثل خودت که به اجبار با اونی. اون بیرون خبری نی به جز بدهکار و آلوده ها، ثمره سگ دو هاتم که زرشکاب و ظالومه ها.